سلام عکس حالت چطوره؟ من علیرضا مهدی‌زاده هستم. Wait a minute. سلام عکس حالت چطوره؟ من علیرضا مهدی‌زاده هستم. دو خانواده های تیوی چمار تیوی اومدم امروز یه سری ماجیک خیلی خفن براتون بزنم از حرکتایی که داخل چنل بهتون یاد میدیم. نه سوال چی بزنی آقا؟ هر جا دوست داری. یه بار دیگه هم بزنیم. قبل که کارت خود برزنی بچه اینم در کارتون ها رسم در تو خاصی. خب هر دوست داری دو سو اینجا قبول داری هر جمعی سویدی استو و هیچ فورسی هم بهت نکردم. دستو بیار جلو. کارت بی چیه؟ بیش نیست. دستو نمیزنم، دستو بذار روش. اوکی؟ من چند بار دست کارت برو میزنم. بچه خیلی سرده کار با کارت اون هوا سردم خیلی سخته. بهم هر بودید. خب علی به نظرت کارت رو الان چیه؟ چه کارتیه؟ بیخ نه دیگه حالا هر چی تکراری نمیشه. خب اما زده خلاصه چه کارتیه؟ بیخش برگردون جوکره حالا کارت بیش دیدم مثلا. خب علی از کارت نها کن یه بار چک کن این چیز خاصی داره، یعنی مثلا بیش چیز تکراری داره. دوره میجود بگی در چیز بیبی چیز تکراری نداره. بیبی نمیدونم. بکس ادامه ویدیو دوباره میریم ما هم یه استریل مجگو ادامه شو ببینیم. علی راستش شده باز همیشه خالیه ولی کرم چاله همیشه میتونه چیز خیلی خفنی به نشون بده. اوکی من میخوام خیلی خفن دیگه هم با اسکارت بعد انجام بدم. اوکی علی هر جور دوست داری کارت بکش بیرون. نه آبو باش رو یک مونده با آخر یا یکی دیگه هم کش بیرون. نه نباید نها کنی یه کار پیش بینیه از باشه همین دوتا نه عوض کنی. خب اسکار میذارم کنار. اگه قبول داری کارت ها خودت کشیدی بیرون نظر کدوم قرمز کدوم مشکی؟ این قرمز مشکی نظرت نمیخوای عوض کنی؟ خب علی دست بیار جلو. این فعلی که من میگم بگو عجی مجی لاسکه من میگه دستکارت دارم بور خورده هیچ ترتیب خاصی هم نداره. میخوای کارت رو قاطی کنی؟ اوکی هر دوستی بگو استو کارت دون چیه؟ من نگاه میکنم ولی لوبی نشون بده. من برگردم؟ اوکی حفظ کردی؟ آره. خب بیل رو بستو کارتو بذار من نبینم. خب از کارتو میذارم چه باریم بایی بزنم همه کامل قاطی شد. خب من میخوام کارت رو نس برگردم آمدی که کارت دیگه یکی در میون پشت رو بشن. خب الان نصف کارتا رو به صورت نصف کارتا هم رو پشت. حالا این کارتا بخش مختلفی داره. اسم از کارتا پشت رو هن، اسم از رو پشتن، یه قسمت هم هست که مرز بین کارتا پشت پشتن. دوباره از کارتا میذاریم هم الان یک کلا صاف شد درسته؟ آره الان یه بشکن میزنم همه کارتا رو به پشت میشن به جز کارت انتخابی شما. عجان نیستش ضبط کن نیستش یا این فیلم طرفاً نگه دار اینها. نه اینم کارت شما که داخل اصله و همه کارت رو به پشته دیدی؟ کارت رو نها کنم جز این بی در هست داخل دسته. نه مشکل نه اوکی خب آمدین نها کن دستش شو باز همیشه خالیه. خب ولی ما یه چیز داریم کرم شده. خب از داخل کرم شده میتونیم هر چیزی در بیاریم. دیدی؟
خب یارو خواهی کاری برن انجام که بزنم کاری شدم الان نه ما رو بگیرن آمدین یه کار بکش بیرون یه بار دیگه از اول بور بزن باید بور بزنم؟ نه یه بار دیگه از اول بس همینجور یه کار بکش بیرون نگاه نکن خب یکی دیگه هم بکش بیرون باید دوتا بکشیم بس همینجا این دو اوکی این دوتا دیگه آمدین مرزه کدوم قرمز کدوم مشکی این مشکی این قرمزه به صفتی پشما خب آمدین دست بیار جلو من این ورد میگم خب اونم با هم بگو عجی نجی لاسکه خب من یه دسته کارت دارم که یک کارت خاصه نمیخواد دور بزنی اوکی یه جمعه بیه صبح این کارت رو ببینی چیه بده ببینم نشون بدید لطفا اوکی یه جور برو گیسو بده کارت من نمی کنم اوکی دیگه خودشی من از کارت میذارم خب از کارت یه بردیم برو میزنم دسته کارت من چند بار برو میزنم این کارتون بود؟ اوکی مقصدم فقط مطمئنشم که کارتون کنترل نمیشه سرد بچه ها باید من یه ذره بودم در انجام بیدم خب بچه من این دست کارت رو من برمیگردونم الان نصف کارت رو به صورتن یاد این مقدار بیشتر نصفش هم رو پشت حالت مختلف دست کارت رو نشونم یه قسمت کارت پشتو هم یه قسمت از رو پشتن یه قسمت هم از کارت ها مردشونه که پشتن من میذارم اینجا یه بشکم میزنم همه کارت ها رو به پشت میشن به جز کارت انتخابی شما که داخل دسته برگشته باشه این کارتتون بود؟ خب ناکن ببینید این کارت چیز خاصی داره این متفاوته نسبت به کارت های دیگه یا نه معمولیه دیگه هیچ چیز خاصی نداره خب حالا من شعبده بازا کلا دستاشون خیلی جادوییه من اصلا خالیه بعد ما یه سری کرمچاله میدونی از کرمچاله هر چیزی رو ظاهر کنی حتی سکه رو